وقت پروردگار عالم را انسان مستحضر نداند، وقت پروردگار عالم را مد نظر نگیرد، در خانه هست، در زندگی هست، در کاربار هست، در تجارت هست، در هر اموری که قرار میگیرد، وقت الله را مد نظر نگیرد، به این فکر نباشد که خداوند زندگی من را میبیند و متوجه است و مستحضر باید بدانم، باعث میگردد که انسان منحرف گردد. مؤمنان واقعی کسانی اند که الله را در سر و علانیه مستحضر میدانند. اگر در آشکار هم مردم اونها را میبینند، کار انجام میدن که مطابق رضای الله است، و اگر در خفا هم قرار میگیرن، عمل انجام میدن، کار انجام میدن که رضای الله است. غفلت از یاد الله موجب سقوط انسان هست. اونهایی که اذکار را رها میکنن، نماز را رها میکنن، تلاوت قرآن را رها میکنن، عبادتها را رها میکنن، اونها سقوط میکنن. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. مانند اونهایی نباشید که خدا را فراموش کردند، خدا هم اونها را فراموش کرد. کسی که خدا را فراموش کند، الله هم فراموش میکند. کسی که در سر و علانیه پروردگار عالم را مستحضر نداند، خدا هم او را فراموش خواهد کرد. ولی اونهایی که خدا را میدانند که میبیند، در تمام زندگی خود متوجه هستند که رب هست ما را زیر نظر دارد، متوجه گفتار خود باید باشم، متوجه رفتار خود باید باشم، متوجه عمل کرد خود باید باشم، الله اینها را باز فراموش نمیکنه. نظر رحمت الله در دنیا و آخرت نصیب همین گروه و نصیب همین افراد خواهد بود. خدا را نباید فراموش کنیم. در هر کجا که هستیم خدا را باید به یاد داشته باشیم. مؤمنان واقعی با خدایشان چنان ارتباط مستحکم دارند که یک لحظه برابر به چشم برهم زدنی از خدا غافل نیستند. قلبشان با خدا متصله، از دل با خدا ارتباط عمیق میبندند. از دل عرفا، بندگان صالح خدا، اونها لحظه از خدا غافل نبودند. نامشان ماندگار شد، مفت ماندگار نمیشود نامها. خدا نامشان را زنده ساخته. خیلی از بزرگان هست تا اکنون مقابرشان معلوم نیست که کجا قبرشان هست، اما چون زندگیشان در یاد خدا بوده، در غفلت قرار نداشتن، فکرشان، درسشان، تعلیمشان، کتابشان و نامشان زنده هست و تمام انسان ها از اونها پیروی میکنن، چون اونها با خدا ارتباط داشتن. اگر میخواهی که خدا هم تو را ماندگار بسازد، پس عزیز من متوجه باشی که خدا را فراموش نکنی، خدا را لحظه فراموش نکنی. اونهایی که هر گناهی را انجام میدن، هر معصیت را انجام میدن، چون خدا را فراموش کردن. برای اونهایی که حتی گناه عادی شده، این نکته در نظر بگیرید، برای اونهایی که گناه عادی شده، برای اونها چرا هیچ تأثیرات نمی آید، هیچ لرزه‌ای نمی آید؟ علت در این است که خدا را فراموش کردن. وقتی که خدا را فراموش کنی، هر گناهی برای تو عادی میشه، هیچ لرزه‌ای در وجود تو نمی آید.